آمدم از راه بدخشان آمدم گو خوری که بودم که روداتو پاک شه آمدم بیا باش بیا دیگه کجا میری صبر کو نه هم میگی رودام چیرکی شده با همه جای باش انا حال سیکو که رودا تو پاگه میته نمیشه که تا با 5 دقیقه چکه دقیقه نمون 1 کیلو داره بخوردی پاگ انال چربیا و مربیا همه پاگ میشه دل جمع باش چه خوری یک بقیری گیلک رفتی دیگه گیلک چرا آدم جو کف میایه کف؟ چیزه رودایر بشیشتم رودایر بشیشتم شیشتی همه شیشی ریکار همه کلن بدانه کردم همه شیشه؟ ریکار خالی کردی بدانه؟ گیلک ریکار چکار کردی؟ چی؟ برای من گوم و علف نمیخورد بفهمیدی؟ باش تا کف میری زدنی خوب بگو گو علف نمیخورد او میآورده میگداشتیم پیشی و نمیخورده ما یک دمی که بپرسیدم محله بالا همه تا تیر میشدن دیدم همه دکتر کجیره دکتر حیوانات که هسته محله بالا میآوردن تیر گفتم ماما کجیر گفت اگو گفتم همه گوم و علف نمیخوره او هم میگذاره پیشی نمیخوره انا چی مشکل داره گفت اگه امکان داره که او رودو از او چربی گرفته گفت اگه یک شستشوی انا مایع حالا شیشه پر ریکا بوده شیشه تا به اینجا تا به این قسمت بود 1 کیلوه بعد آدم پاک اونا رو بشمید بیلا تو به کدوم عقل کمان خوب گو ریکا دادی رودا چربی گرفتم چربی ها تدیگ ما و رودا از چی فرق میکنه رودا گو ریکا ششتی من نشیشتم بشمید دنال خورم ایلی همی تا کنم انا رودای پاک میشه چربی همه میرزه به زمین بیلا با کجا میری؟ آهو عباسو مغز سر از این خرابه مچه به کجا برفته مثل که او نه یارک بابا بیجو او داره او جیش نه یارک که تمام رودای همه خلوف میزنه رودای گو خلوف میزنه برو من بدار جمع کنم که با بیای پیار و گپ و مفیاد داره راست میگن دکتر همه رود همین مرتکت تعدیق ما گای سیاه میشد مدر مریکا نمیرزه نمیشوره در گفتم میگه باید خود تو برو میگه جمع کن میگی نه خوبه او آدمی نیه او که میبینم که بی عقلیه دیگه و اگه شیار میدی کار نمیکن واکنین سلام علیکم سلام علیکم دکتر سوشتره شما خوبی بخیر شما خوبی مامان بخیر سلامتی
زنده باشی. بفرمایید. من یک گوه که دارم همین گیلک بچه رو گفته یک کیلو شیشی ریکار بگیرته به حلق زیون رختون. چری؟ من نمیفهم کم یک سر از دهنه دی کف میاد. مگه رودا از این چربی شده؟ من نمیفهم کجا شیری گفته که رودا دیگه چربی گرفته و چکار شده فلان شده نور گوه رو میده بین ببرده. یعنی ریکار برخته پاک به عقل هم یک شیشی ریکای کیلوی برخته به حلقی. ماما نرید بس یکین که من می دفتر قلم خوار دارم. خوبر بله تو ترک و درشن دیگه. ای وای 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 تو میگم برو گوه جمع که میگه من نمیتونم بیرون تو میگم برو گوه جمع که تو سگو چیکار میکنه گوه که مال یک لگی پی قیمت نی بدی کار داد کانال یک ماه بوم بره خوردم بابا عقل از این میکشه به گوه جمع کردن عقل از این نمیکشه مغزه اگه عقلی میکشی که شیشی رو کارم رو حلقه نمیرختم بیا کجی بریم بریم گوه گوشنه ای من از تو گوشنه تر رو مبر کن نه کمک کنون به دست عباس یا به دست کجیر به من رای کنیم من بیام و مسعرا پیش گو چره خود تخمرغ ببر کنیم به من رای کنیم آخه مرغ کجیر اون تخمرغ کرده که هر روز تخمرغ میکنه دیگه مکو بپالیم این بره شاید تخمرغ کرده باشه بیام به سراو کوئی گو اینجا یالا باشم اینجا خوبه میام نه دیگه شما تا شما به بر میگردیم یک لقمه نون تیار کرده نمیتونستیم که هیچی نداریم دیگه دو مروه مادر من قرار بام چلم کشیدن خوبه فقط به هر جا بشه اختلاط کنم چلیم بکشم غیبت ازیر بکنم غیبت ازیر هیچی نداریم خود نه دو تا تخمرغ پخته کنه هر روز مرغ تخم میکنه کو امرا پخته کنه رای کنه دست دو تا دیونی سرگی گاو یالا دو منال یک معتادی میاد از برابر میداره گاو شاخر وا میکنه میبره خبر قال خره با من میاره اینجا مگه خبر قال خره ببرم به سلاخو دکتر میگه یک سرم نمیتونم برای ریکا داده بهم بچه دیوانه داشتم ریکا داده تو که گفت یک سر کف آدم میگه چری ریکا میداده من چی میفهمم نمیفهمم کجا شنیده بده که گو اگه دم میکنه ریکا بده من چیکار میشه اما برای اون اینا چیه دکتر صاحب هیچ خمی نداره انشالله خوب میشه ما برای دعا میدم هم بیان سعی کنی نی بدید ما برای دعا میدم دعا بخوره هیچ خمی نداره هیچ غمی نداره نه یعنی دیگه هیچ مشکل پیش نمیشه هیچ مشکل انشالله پیش نمیشه شکمی هم باد کرده دم کرده بیده دم کرده میبینین دکتر صاحب نه ما دعا میدم دمی هم میشینه دقلی بیده که برای از این ریکا داده ما چون گفته رودای چربی گرفته بوده خونه این فهم خیلی بس بگرفته بس ریکا داده این فقط کجا بشنیدی بیده کافی دانجی به نه اکثر کف دارم انشالله هیچ غمی نداره ما برای دعا میدم بیاریم بدین دوستی بعد بدیم خوب
خیلی بین دکتر صاحب، خدا شما خیلی بده. زنده باش. دکتر صاحب دم بدم بیشتر میشه که همینه داره، همینه داره. ما دو میدون بیاریم بدیم. بابا یه هرچی خورد تکون هرچی دم بدم وقت بشینه کفا تا شکم بیشتر میشه. دکتر صاحب شما نگفتن که دعا خورم خود خبر داریم بیاریم. کاکا جان وقتی من نبینم سعی نکنم من که نمیتونم برای ادم پیش خودم دعا حالا یک کاری بگم که مشکل کردن نکنم. آره بریم که برای اون دعا بدم نقطه نوشته میکنم. بیایید. بگو به نگو لغت نکن ما زم تو حالا دیوانی تو. کنی اینجا چکار میکنی لغت نکن از این بر بیا راه ور افتاده راه رو گرفته که تو حتی جوات این میشی سبا کو بیخی بیاخلی تو چره؟ آخی راه برو شما راه لغت نکن همه با جوار بریختی بایی بیا ای بر بیا با میگم برو بیا برو به گو خود چی دادی ریکا دادی برو عباس پرارتا میگو راسته به گو خود ریکا داد سعی کن خدای ریکا داده که لمشتی ها شکم پاک شه چربی داشته چربی ها پاک شه میگو. تو با کجا کلون شدی؟ با کجا عقل کمال یاد گرفتی؟ من تا به من سند خو برسیدم با خون پیشون سرا خو کلون شدی به بین سراواده شما کدیم اگو شیاره کلون نامنو میده گیلک که گیتا دیگه بشیری این چکار؟ خب من بعد یک روز مرتکه از این دکتر بپرسیدم بده تو بده سکن من یاد دارم بلنگ من از این گوی نیه که تو ریکا دی بکش آره برو نکو بده برو تو همون کارا سادگی برو یوتیوب شو ماش بماره نمور آره سلام یاری که کمی برد چی میفهمید ما مادر میبینه تا دیگه میشیش ریکا پاک CIA پاک میشه آشغالا تا دیگه پاک دیشب مثلا کشیری ببر کدم آشغالا تای بمونده بیدک مادر من ریکا برخ تک پاک شو من گفتم دکتر بپرسیدم که تک رودا گفت شما چربی گرفته ایش تو دکتر میده که تو گفت رودا گفت چربی گرفته ریکا بره دکتر کشیری میگه بخو یا پیش خود خوی کار کرده دکتر با کجا همین دکتر کشیری نمیته بیعقله که بزی بگه ریکا بره هر کی یک جای دو کلمه گپ نمیزنه مگر اوش باشه که این نباشه به چردی واقعا این میره از خدا پای سی دیگه بگی لالا بگی یلا در ازی برو اوه وقتا که تو نمیبینو سرپوکه خورگو برو بخی لگ برو این گله همین نمازون برار تو گردنم بعد باشه فقط میگه گنبد گو خونی مانه برو گردنم بعد باشه فقط گنبد گو خونی مانه هرچی هست دیگه بیا ایدگو هرچی هست نمیست کارا بیاغلی تو کنه میکنه ایدگو دیونه روی دیو دستی دیونه روی دیو دستی فرمایه این مسخره کن تو برای گنبد گو خونی باشه که اگه هم قطع تو نمید هسته باشه بگم برو پرگه پیتو برو پرگه پیتو برو سادی بیاغله برو فس گیلک دیونه بنوم و تعلیقی برو ما میگم اوز چرسی به نومه گیلک دیونه تو اوز چرسی رمزون اوز چرسی گیلک دیونه برو رمزون گنبد برو گیلک برو این دیگه خلاصه دیگه رمزون گنبد گو خونی بگی اگه دستی سه کنی میگم اکار زندگی خو میفتکیم کاش تو سکه قوت تو نمیکشه از اون چاقی خلاصه دیگه دیونه روی دی به دست چوی دی اگه میک رودا تو هم شسته شدم بیا برو رودا برار خو عباس شسته شدی رودا پیار خو شسته شدی یار شاید تو به یک تون کریکو پاک نشی برو برده که بیعقل برو خلاصه دیگه خدا خو بگی برو یلا بگی گپ کن یاد داره بگی یار ساده ای تو خودی عجیب بشینی برو رو نش کرده بود دقیقه سه تو به یک تون کریکو پاک نمیشی رودا تو درسته بگی برو 7 تا رودا داری درسته بفهمیدم برو ای تو خودی عجیب 4 دقیقه نشینی خود خو فراموش میکنی عباس شادی بیعقل تا بگم بایی میگه بادام داستانی پیاد ساو این خراب شد برو فقط تو بزی بگو برو خر پنچریگی این دیگه میره
یار خل مونده شده امید گل